با بابا حرف بزنم. با بابا حرف زدن یه جوری انگار دستام یخ میکنه حرفش میشه. بابایی بچه که بودم همیشه بهم میگفتی نذارش دیگه تو کسی ببینه، نقطه ضعف تو به کسی نشون نده. الان که بزرگ شدم دلم خواست انقدر با راحت بودم، انقدر راحت میتونستم همه چی رو برات تعریف کنم که بگم آدما چه بلایی سر دختر کوچولو تو بردن. حتما اگه میدونستید حسابشونو میرسید. او هستی ها، ولی انقدر دنیا تو ازم دور کردی دلم میخواد مثل بچگیم بهت بگم همراه هم باشی. من الانه که لازمت دارم، من الانه که تازه میفهمم حامی داشتن یعنی چی، الانه که قدر بغل امن تو رو میدونم، الانه که میدونم آدمایی که اون بیرونن چقدر ناامنن. یادت بچه بودم میخوندم تاب تاب عباسی خدا منو نندازی، اگه منو بندازی بغل بابا بنداز. بابا خیلی وقت در رو تاب افتادم، دهقونم خاکیم، چرا بغلم نمیکنه؟